من از شهر پنجکن دهه ورزکنده هستم. نام شهرزاد نصرالبی فامیلیام. من روز 29 فوریه 2016 در همین ساعت 6:30 بود که در همین جا یک از درون عربه یک سمکه رو پیدا کردم. هم خیلی تلشکه بود، سمکه سیاه موندگی بود. بعد من هم دیدم که درنش هم کشودگی بود. همینقدر یک بانچه پول سرخ هم نمایان بود. من دیدم که هیچ کم نیست، نگرفتم، هم روش پوشاندم، گرفتم هم در کیفم در بار کردم. بعد تلشکه را جمع کردم عربه را. خب بودن که بچه‌ای که گفتن حالا وقتت هست میتونی که پول گیری به وطن برگرد سفر کنی. شهرزاد نخواست که این کار کنه، بلکه این پولی افته من حرام است گفت من باید که به صاحبش برگردونم. خب بودن بچه‌ها گفتن که خب برگردون پول رو، بعضی بود بر نگردون گفت. شنیدگی بودم که ما همخیشمون چیزی یافتگی گرفتنشان این هم حرام است. اکنون تا 3 روز نگاه کنی، اگر که نامد بعد میتوانی که این پول رو خیر کنی، یگان با صغیرخانه می، یگان کمبغل می، بیمار می، همخیل باید که خیر کردن در کار. یافتنی 500,000 کار کردن برای 500,000 کار میکنن که 1 سال 2 سال زحمت کشیدن ممکن در این پول 500,000 رو. یک و نیم 2 ساعت گذشت، بعد آمد صاحب پول آمدند، بعد گرفتن و با من تشکری بسیاری کردن. زن و شوهر بودن، با من 5,000 روسیه دراز کرد. خودی مردک من نگرفتم، باز زن و شوهر کرد که گیر گفته چی کرد. من گفتم شما راضی هستید به همین پول؟ بعد گفت که بله البته ما راضی هستیم. در پشتم نگاه هم خیلی کرده. من در همه جا از این رو توجیه بینم حرمت میکنم. گفته همه خیلی چی کرد من. بود 5,000 سوم دیگر داد. آخران و زنش به من دراز کرد. من گفتم نه نمیگیرم، در کیسه هم تخیه کرد. بعد 10,000 سوم داد که من این پول رو گرفتم، با تورستان روان کردم. حالا چکش است در کیسه هم با پدر مادر روان کردم که اونها